من آزاده هستم و در مورد خسارتی که حلزون‌ها و راب‌ها به گیاهان زینتی وارد می‌کنن صحبت می‌کنیم. حلزون‌ها نرم‌تنانی هستند که دارای صدف و لاک هستند. راب‌ها نرم‌تنانی که فاقد صدف هستند و هر دوی اینها برای زندگی نیاز به دمای بالا و رطوبت بالا دارن، چون تنفس پوستی دارن و اگر شرایط زندگی براشون فراهم باشه و تغذیه در دسترس اونا قرار بگیره 10 بار در سال میتونن تخم ریزی کنن. هر بار 60 تا 80 عدد تخم هست که تعداد خیلی زیادی حلزون رو شامل میشه و خسارت خیلی زیادی به باغدار و گلخونه دار میزنه. در مرحله اول باید علف‌های هرز رو حذف کنیم و از مالچ و پوست برنج برای سطح باغ و گلخونه استفاده کنیم. در مرحله دوم از تومه استفاده کنیم و اگر با این 2 مرحله جواب نگرفتیم حتما باید از سموم تماسی به صورت سمپاشی روی